فیلم کوتاه سربور از استودیوی سیمرغ سینما در جشنواره بین المللی لیستاپاد که از 20 تا 26 نوامبر در شهر مینسک پایتخت بلاروس دایر شد، سزاوار جایزه کارگردان بهترین در بخش فیلم‌های جوانان گردید. این الکی ششمین جایزه این فیلم منظرعلی شیرالی در جشنواره‌های بین المللی است. در جشنواره لیستاپاد نیز صاحب جایزه شدن سربور نکروز جلیلیان در فیسبوک خبر داد. او نوشت: نه شما گویید چطور این خبر را نگفتن ممکن است. فیلم کوتاه سربور این مرتبه نیز جایزه اویلی را به تاجیکستان آورد. فیلم در قطار 3 جایزه بهترین فیلم، 1 جایزه بهترین نقش زنانه و 1 جایزه بهترین نقش مردانه اکنون صاحب جایزه برای بهترین کارگردان نیز گردید. فیلم در سینما بزم بین المللی لیستاپاد در شهر مینسک بلاروس اشتراک کرده جایزه برای بهترین کارگردان و بهای بلند داوران سزاوار گشت. این موفقیت کلان برای ما و بخصوص برای دوستمان منظرعلی شیرالی است. منظر جان مبارک باشد. در نامه‌ای که مسئولان جشنواره لیستاپاد نوشتند از جمله چنان است: ما از فهمیدن اینکه فرهنگ هزار ساله کشور شما گم نشده و از بین نرفته است شاد شدیم. این فرهنگ وارثان خود را دارد. فیلم شما درباره یک انسان خرد نظرناگیر ولی با قلب صاف و بزرگ دلیل این گفته است: آسیاب خداوند آهسته ارد میکند ولی آن همیشه ارد میکند. سپاس به شما. ماه اکتبر فیلم کوتاه سربور در سینما بزم بین المللی تاشکند دردانه‌های شورای ابریشم جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. این جایزه را به کارگردان جوان تاجیک منظرعلی شیرالی، هنرپیشه شهرتیار فرانسوی ژرار دپاردیه سپرد. هنرپیشه جوان تاجیک عبدالکریم مشرب، فرزند هنرپیشه شناخته تاجیک عبادالله مشرب، در این جشنواره برای اجرای نقش اساسی در این فیلم سزاوار جایزه برای بهترین نقش مردانه شد. قبلا سعادت سفرova نیز برای اجرای نقش اساسی در فیلم سربور در قزاقستان صاحب جایزه بهترین نقش زنانه گردیده بود. فیلم سربور درباره مردی است که با ماشین کونه ولگا به تاکسی مشغول است و او را برای بردن کوچ کرو میکنند. مرد همراه کوچ زنی را با کودک شیرمکش گرفته به خانه مادر زن میبرد. مادر زن دخترش را قبول نمیکند. مرد تاکسیران مجبور میشود زن و کودک را بازم به خانه شوهرش بیارد.